سلام، روزتون بخیر. امروز اومدیم با یه تست درایو مازدا CX-90 SUV فول سایز 2.3 لیتری توربو شارژ با 3400 اسب بخار حجم موتور. یه ماشین بسیار شیک و جذاب با تودوزی چرم بسیار زیبا و همراهش با مخمل کار شده. راهی دیزاین داخلیش با یه فرمون بسیار کلاسی شیک شروع میشه و بعد دیزاین داشبورد به صورت مخمل کار شده و خیلی جذابه. نمای کلیش رو بخواید ببینید این شکلیه. کیلومتر بسیار شیکی داره، قدرت موتور بسیار خوبی داره، یعنی اگر که بتونیم حالا جلومون یکم خلوت بشه یک گازش بدیم قدرت موتور بسیار خوبی داره و رادار نقطه کور داره، برای بین خط روندن باز الارم میده، یعنی شما اگر روی خط بری اتوماتیک الارم بهت میده و فرمون تا حدودی برمیگردونه سر جاش. سیستم صوتی خوبی داره. حالا ما چون رادیو داریم و الان با رادیو داریم این سیستم صوتیشو تست میکنیم، شاید امکانات اون یکم ضعیف‌تر باشه. یه تایمی یک کم ازش صدا میگیرم که بتونید متوجه شید. البته اگر یوتیوب اجازه بهمون بده که این تیکر رو پخش کنیم و حذفش نکنه، کپی رایت نخوره. بگم واو نه، ولی خب سیستم صوتی خوبیه دیگه، یعنی سیستم بیس بسیار جذاب، شفافیت صدایی بسیار خوب، همه چیش عالی بود. فقط اینکه حالا نسبت به ماشینای دیگه یکم قدرتش کمتر بود. دوربینای بسیار زیادی داره، رادارهای بسیار قوی داره و همه امکاناتش رو من دوست داشتم. یه ماشین 8 نفره بسیار جذابه، یعنی در عین اینکه یه ماشین SUV با کلاسه با بسیار پرقدرت و امکاناتش تکمیله. داشبوردش هم میتونید ببینید. اینم از داشبورد.